مجموعه که در خدمت اتباع عزیز هستند فرمودن به اطلاع نمازگزاران میرسانیم جلسه روز یکشنبه 10/1/1404 به اداره کمالشهر دستور دادند که برادرانی که بدون مدارک و هم برگه های سرشماری هستند احترامانه به اردوگاه خود را معرفی کنند. برای بازگشت به کشور خود 1 ماه وقت دارند. یعنی گفتن که به تمام دوستایی که برگه سرشماری و یا اینکه مدارک ندارن 1 ماه وقت داده می شود که طلبی دارن یا رهن خانه و یا اساس خانه و هر چیزی که دارن جمع‌آوری کنن. هر چی که داشته باشن در زندگی خود می توانند برگردانند به کشور خود. در غیر این صورت گیلمند نباشید. قابل توجه دارندگان برگه سرشماری که در استان تهران سکونت دارد، سایت کانون نوبت برای تعیین تکلیف دارندگان برگه سرشماری باز است. آن عده از دوستانی که در قسمت گرفتن نوبت مشکل دارد می تواند که به این شماره بالا گذاشتم واتساپ پیام بدهد تا که در قسمت گرفتن نوبت همراهشان همکاری کنیم. دوستای عزیز، لینک ثبت نام پناهندگی سازمان ملل برای مهاجرین افغانستانی در ایران باز است. آن عده از دوستانی که در قسمت پر کردن فرم پناهندگی سازمان ملل برای اسکان مجدد مشکل دارد می تواند به این شماره بالا گذاشتم ایمو و واتساپ پیام بدهد تا که در قسمت پر کردن فرم پناهندگی سازمان ملل همراهشان همکاری کنیم.